اسم احمد بلال است. اینجا تقریبا 2 سال میشه کار میکنم. ما در مکتب متحدی هستم، در سندالمان هستم صنف نهم. پدر مادر من میگه یک کسب داشته باشم، درس خواندن. اگر از درس نشدی خدای نکرده میشه که از کسب شوی، اگر از کسب نشدی از درس میشی. ما هم خیلی دوست داشتم در تیم ملی افغانستان فوتبال چیزا یاد بگیرم، در تیم ملی باشم. خونه شد ضعیفی است، کار اقتصاد ضعیف است. من در دکان کار میکنم. آرزوی فوتبال هم داشتم، خب ولی اقتصاد خانه ضعیف است، مجبور هستم که در دکان کار کنم، یک چیز پیسه خانه برم. خرج میشه، سودا میشه، میمان می یک چیز میای برای یک سودا یک چیز بردم. با اسکیل‌سازی تمام کار یاد گرفتم. از سر پتی شروع کنین، گریسکاری، پاککاری، پنچرگیری، گردن بافت، تکر خوردگی، پتی چوکات، هر کار یاد دارم. و من فعلا خیلی خوش هستم که این کارها را از دست سازمان یاد گرفتم. کار صبح که 7 بجه شروع میشه، کار از خانه حرکت میتونم، هفتیم دکان میرسم. بعد از دکان میرم 12:30 به سوی مکتب. از مکتب 12:30 تا 5. کار سخت است، ولی من همت میکنم، غیرت میکنم، هم کار یاد بگیرم، هم مکتب برم درس بخونم، یک چیز آینده شم. میخوایم آینده کلان شم، مکتب بخونم، پانتون بخونم و پانتون خلاص کنم، دکتر شوم و پدر مادرم خدمت کنم. در خورد سمر اگر در پیری من استزواره بگیرم. شاگردایی هستند که بیکار هستند، بیروزگار، مکتب گریزی کارا نکنن، مکتب برن درس بخونن و دیگه یک کسب کار یاد بگیرن تا آینده یک کاری شون و نه که بیکاری لاگش شون. تا این کارا کردن برن یک کسب کار یاد بگیرن. امروز این پوره نشه که تا فعلا هم پدرم کار میکنه. آرزوی همی دارم که تا آینده یک کاری شون، پدرم بگم باشه خانه ما کار میکنم. پدرم تا 10-11 بجه شب دویر کار میکنه، برای دلم میسوزه که تا اون وقتا کارچوانی میکنه، میوه فروشی. من در مکتب مضامین دری را خیلی دوست دارم، من را بسیار زیاد میخوانم. مطالعه بسیار مهم است، باید کل ما مطالعه کنیم، خواندن ناشنه یاد داشته باشیم.